دوستان و همراهان عزیز با سلام. امیدوارم که روزهای خوبی رو گذرانده باشید. بازی که امروز میخوایم براتون توضیح بدیم بازی پرنده های خشمگین یا انگری بردز هست. خب این بازی برگرفته از کارتون پرندگان خشمگینه، ساخت کشور فنلاند و از سال 2009 تولید شده. بازی بسیار سرگرم کننده و مفید برای تمام سنین هست. در این بازی کودکان با مفاهیم پرتابه و مفاهیم دیگر فیزیک آشنا میشن، همزمان حس قهرمانی و ناجی بودن رو هم دارن. خب همونطور که عرض کردم این بازی محدودیت سنی نداره و از کودک 3-4 ساله به بعد میتونه بازی کنن و یک بازی هست که تمام افراد خانواده با هم میتونن انجامش بدن. با توجه به مراحل زیادی که این بازی داره میتونه شما رو ماه‌ها سرگرم بکنه و در هر مرحله با چالش و سختی‌های جدیدی مواجه میشید. امیدوارم که از این بازی کمال لذت رو ببرید.